سلام. یه شب دیگه و یه موشکاف دیگه دوستان. مارمولک بازی و ماهی گرفتن از آب گلالود یکی از تخصصهای ویژه آخونداست. بعد از قضایای اخیر پاریس هم اولش آخوندا قلاب انداختن تا شاید یه اوزونبرونی چیزی شکار کنن، اما وقتی قلابو کشیدن دیدن موج برگشت تو سر و ریش خودشون. سران دولت‌های غربی به جای اینکه از حادثه تروریستی پاریس درس عبرت گرفته و به این واقعیت ملموس رسیده باشند که هر کس که باد بکارد طوفان درو می‌کند، اکنون رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته که تبعات دشوارتری را برای آنها به همراه خواهد داشت. شاید آغاز این موج و مرحله اول اسلام هراسی همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود که به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار نظام و رسانه‌های وابسته قرار گرفت که انتشار کتاب موهوم آیات شیطانی توسط سلمان رشدی مرتد یکی از مصادیق آن است. یکی رو آخه شوت بازی هم دیگه حدی داره. امام دجالشون واسه سر اون نویسنده انگلیسی جایزه گذاشت، بعد اینا اسمشو گذاشتن اسلام هراسی. حالا اسلام هراسی یعنی چی؟ یعنی موج ضد بنیادگرایی تو دنیا. یکی نیست بگه اگه این اسمش اسلام هراسیه پس تروریسم دولتی چیه؟ سیاست غرب با تأسف فراوان بر سر شاخه نشستن و بن بریدن است. آتشی را که دیروز و امروز برای شرق افروخته به زودی دامن غرب را میگیرد. این تازه نتیجه سحر است. باش تا صبح دولت غرب بدمد. امروز باید پرسید که فرانسه مهد آزادی و خاستگاه فرهنگ و ادب اروپا در برابر هجوم وحشیانه صهیونیست‌ها در گذشته و حال چه پاسخی داشته و دارد؟ بله اینجوری هست. تا وقتی قضیه فرانسه و حول گروگانگیری و خبر و این حرفا بود، پس موده‌های خمینی به یاد امام دجالشون سیگنالای محکومیت و این حرفا میدادن. اما همین که کار به تظاهرات میلیونی کشید و بحث تروریسم با ریش و ریشش به میون اومد، به ناگهان دنده معکوس کشیدن. از اون طرف هم علی گدا با یه قیچی برگردون توپ و شوتی تو اوت. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تجلیل از مقاومت، مواضع و اقدامات ونزوئلا در عرصه منطقه‌ای و بین المللی گفتند کشورهای آمریکای لاتین در واقع عمق استراتژیک ونزوئلا هستند و آرمانهای ونزوئلا موجب بیداری بسیاری از ملت‌های آن منطقه شد که علت دشمنی آمریکا با دولت و ملت ونزوئلا نیز همین مسئله است. بزک نمیر بهار میاد، کنبوسه با خیار میاد. اونم چه خیاری؟ خیار ونزوئلایی. آخه علی گدا تو توی عمق استراتژیک خودت چارچرخت هواست، بعد دنبال عمق استراتژیک ونزوئلایی، بعدشم عمق استراتژیک دیگه چه سیغه‌ایه؟ خودت میدونی، ما هم میدونی، دنیا هم میدونه. یه بارکی بگو تروریسمو خودتو خلاص کن دیگه. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ایران کشوری نیست که از منافع و حاکمیت ملیش عبور کند و حالا که در اوج اقتدار است و کلید طلایی منطقه را در دست دارد از مواضعش تنازل نخواهد کرد. اینم از دنب روبا در مقام شاهدش. همینه دیگه، تروریسم تو خون این آخونداست. واسه خاطر همینم است که تو این قضایای پاریس حسابی گیر پاچ کردن و سیگنال وحشت میدن. افعی ولایت از یه طرف میدونه اگه یه روز نیش نزنه فرداش کارش تمومه، از طرف دیگه هم دوزاریش افتاده که همه چشما داره میچرخه به سمت سر افعی. اینم بنبست دیگه‌ای از سریال بنبستای عظماست.